رفقای عزیزم، خوش اومدید به کانال لحظه تغییر. امروز قرار راجع به یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین ویژگی‌های شخصیتی صحبت کنیم. اعتماد به همون چیزی که باعث میشه یه نفر توی هر جمعی بدرخشه، توی هر موقعیتی قوی و مسلط باشه و از پس چالش‌های زندگی بر بیاد. ولی این سوال خیلی است: چطور میتونم اعتماد به نفس خودم رو بالا ببرم؟ اگه تا حالا حس کردی که توی یه جمع نمیتونی راحت صحبت کنی، اگه همیشه نگران اینی که بقیه چه فکری درباره یات میکنن، اگه از شکست و اشتباه کردن میترسی و به خاطرش کلی فرصت رو از دست دادی، پس این ویدیو دقیقاً همون چیزیه که بهش نیاز داری. ولی قبل از این که بریم سراغ تکنیک هایی که اعتماد به نفس تو رو چند برابر میکنه، بذار یه داستان واقعی برات تعریف کنم. داستانی که میتونه زندگی تو رو تغییر بده. امیر همیشه آدم خجالتی بود. وقتی توی یه جمع جدید قرار میگرفت نمیدونست چی بگه، چه جوری رفتار کنه و مدام حس میکرد که همه دارن قضاوتش میکنن. هر بار که میخواست توی کلاس نظرش رو بگه، قلبش تندتر میزد، عرق میکرد و تهش سکوت میکرد. هر بار که توی یه جمع دوستانه بود، به جای اینکه توی بحثا شرکت کنه، فقط گوش میداد و ته دلش حسرت میخورد که کاش میتونست راحت‌تر حرف بزنه. مشکلش چی بود؟ اون فکر میکرد که اعتماد به یه چیز ذاتیه و فقط بعضی از آدما این ویژگی رو داره. اما یه روز یه جمله ساده زندگیشو عوض کرد. اعتماد به نفس ساخته میشه نه این که باهاش به دنیا بیای. همون لحظه تصمیم گرفت که روی خودش کار کنه. تکنیک هایی رو یاد گرفت که زندگیشو متحول کرد. از یه آدم خجالتی به کسی تبدیل شد که توی هر جمعی راحت حرف میزد، توی کارش پیشرفت کرد و حتی دوستای بیشتری پیدا کرد. و حالا نوبت توئه. میخوای بدونی اون تکنیک ها چی بودن؟ پس بیا با هم 7 راه طلایی برای افزایش اعتماد به رو یاد بگیریم. 7 راه طلایی برای افزایش اعتماد به. 1. مغزت رو گول بزن. حالت بدن مساوی با حالت ذهن. تا حالا دقت کردی آدمای با اعتماد به چه جوری میستن؟ صاف، محکم، با سینه باز و شونه های بالا. برعکس آدمای خجالتی معمولاً قوز میکنن، نگاهشون پایینه و خودشونو جمع میکنن. اینجا یه راز علمی وجود داره. وقتی بدن تو مثل یه فرد با اعتماد به نفس نگهداری مغزت فکر میکنه واقعاً اعتماد به نفس داری و همون حس رو بهت میده. پس از همین لحظه صاف بایست عمیق نفس بکش و مثل یه آدم با اعتماد به رفتار کن. کم کم ذهنت هم باورش میشه. 2. از منطقه امنت بیا بیرون، کم کم اما مداوم. اعتماد به یه مهارته که باید تمرینش کنی. اگه از صحبت توی جمع میترسی، از یه گروه کوچیکتر شروع کن. اگه از ارتباط گرفتن با بقیه میترسی، هر روز با یه نفر جدید سلام و احوال پرسی کن. اگه از نه گفتن میترسی، توی موقعیت‌های کوچیک شروع به گفتن نه کن. هر بار که یه چالش رو پشت سر میذاری، یه قدم به آدمی که میخوای باشی نزدیکتر میشی. 3. صدای ذهنتو کنترل کن. از شر افکار منفی خلاص شو. ما بزرگترین دشمن خودمونیم. بیشتر وقت تا اون صدایی که توی ذهنمون میگه تو نمیتونی، همه مسخرت میکنن، اگه خرابش کنی چی؟ همین صدا باعث میشه که هیچ وقت کاری رو شروع نکنیم. پس دفعه بعدی که این فکرای منفی اومد سراغت، به خودت بگو مگه چی میشه؟ حتی اگه خراب کنم مهم نیست، چون دارم یاد میگیرم. ذهن تو هر چیزی که بارها بهش بگی رو باور میکنه. پس بهش یاد بده که تو قوی و با اعتمادت. 4. مهارت یاد بگیر دانش اعتماد به میسازه. تا حالا دقت کردی آدمایی که توی یه زمینه متخاصن چقدر اعتماد به نفس دارن؟ دلیلش چیه؟ چون بلدن، میدونن چی کار کنن. اگه میخوای توی هر زمینه اعتماد به نفس بیشتری داشته باشی، دانش و مهارتت رو توی اون زمین بالا ببر. اگه میخوای توی صحبت کردن بهتر بشی، تمرین کن و کتاب بخون. اگه میخوای توی کارت پیشرفت کنی، مهارت‌های جدید یاد بگیر. دانش قدرت میاره و قدرت اعتماد به. 5. خودتو با آدمای مثبت احاطه کن. اگه اطرافت پر از آدمایی که دائم ازت ایراد میگیرن و تحقیرت میکنن، چطور میخوای اعتماد به نفس داشته باشی؟ با آدمایی باش که بهت انرژی مثبت میدن، تو رو تشویق میکنن و بهت باور داره. این تاثیر مستقیم روی احساس تو نسبت به خودت داره. 6. نه گفتن رو یاد بگیر. ارزش خودتو بدون. خیلی از آدما به خاطر اینکه نمیتونن نه بگن، دائم توی موقعیت‌هایی قرار میگیرن که بهشون آسیب میزنه. اگه نمیخوای کاری رو انجام بدی، قاطعانه نه بگو، چون وقتی به خودت احترام بذاری، دیگران هم بهت احترام میذارن. 7. به خودت افتخار کن. موفقیت‌های کوچیک رو جشن بگیر. هر کاری که انجام میدی، حتی کوچکترین موفقیت‌ها رو یادداشت کن و به خودت بگو دیدی که تونستم، پس کارای بزرگتر هم میتونم.
ذهن تو وقتی ببینه که مدام داری رشد میکنی، اعتماد به نفسش چند برابر میشه. لحظه تغییر همین حالاست. اعتماد به یه چیز مادرزادی نیست، بلکه ساخته میشه. اگه این 7 روش رو توی زندگیت اجرا کنی، میتونی به فردی تبدیل بشی که همیشه آرزوش رو داشتی. تو تا حالا چه روشی برای افزایش اعتماد به امتحان کردی؟ توی کامنت برام بنویس. یادت نره اینجا کانال لحظه تغییره و قراره با هم پیشرفت کنی. پس لایک کن، سابسکرایب کن، نظرتم به هم توی کامنت بگو و زنگوله رو بزن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.